موسی باباحاجیف که هر روز برای خبرگزاری از پلوس خبر می‌نویسد، امروز خودش خبرساز شد. این خبرنگاری جوان میگوید فکر نمی‌کرد که یک موضوع تصویری درباره ارچه‌ها در شهر سبب بازپرسی چند ساعته و بحث ملیسه‌ها با او می‌شود. دیروز من بازپرسی редакция برآمدیم و арчаи солинавӣ که در دوشنبه گذاشته شدند یک صورتگذاری آماده کردنی بودیم. همه арчаҳо را گرفتیم و غیر از арчаи که در نزد تئاتر اپرا بالت نصب کرده شده است. وقتی که اونجا арча را من عکس میگرفتم، ناگهان با همان صورت کارمندان مقاماتم افتیده بودند. بعدن یک نفر با لباس ملکی خودش را آمده کارمند امنیت شهری معرفی کرد و خواهش کرد که صورت را پاک کنم. بعدن من گرفتم چند صورتی که اونها بودن پاک کردم. او گفت میتوانی روی. بعدن من دو سه کادری دیگر گرفتم арча را که ناگهان بعد کارمند میلیسیه که همونجا ایستادگی بود به نزد خود مرا جیغ زد و گفت تو به نظر من آدمی شبهناک مینمایی، برای چه مرا غیر قانونی اومده арча را صورت گرفتی، ما تو را جریمه میکنیم. خبرنگار میگوید با وجود تازه کردن عکس کارمندان مقامات از دوربینش ملیسه نزد ارچک خود را خدایداد همراه خانوف یاردمچی ناظر منطقوی ناحیه شاه منصور معرفی کرد. او را جواب نمیداد و میگفت که به شعبه میبرد و بازپرسی و جریمه میکند. فهمید که من سو نمیتونم و فکرم اگر نخواهی گفت میتوانیم تو را جریمه ماموری کنیم و 110 سومونی برده با کسی امانتبان میسپاری با یک همراهی کارمندی ما. من گفتم در کدام اساس من برده اونجا میسپارم. گفتم که بعدن گفت بر همون اساس که می نویسیم تو سیگارت کشیدی، نوز کشیدی، اینجا یگان قانون ویران کنی دیگر کردی. در ثبت آدیویی هم که موسی از جریان بازپرسیش نشر کرده است، کارمندی ملیسه میگوید او شبهناک به نظر میرسد و تاکید میکند که عکسبرداری ملیسه ها در حالت یکجا بودن آبروی دولت را پایین میبرد. تنها بعد تماس با نمایندگان ریاست و وزارت کارهای داخلی، موسی باباحاجیف از بازپرسی آزاد شده است. این حادثه در شبکه‌های اجتماعی بحث و واکنش‌های تند را به بار آورده است. اکثریت از عمل ملیسه برای مانع شدن به کار و عکسبرداری خبرنگار انتقاد کردند. من میفهمم که فرض کنیم مقامات حفظ حقوق نماینده‌اش مانده است، چون که بعضی خرافات پرستا هستند، بعضی گروه‌های معین هستند که جشن سالنوی و آراستن арча را همچون ارزش دینی بیگانه و تمدن و فرهنگ بیگانه محکوم میکنند و احتمالیت صادر نمودن یگان عمل غیر حقوقی یا غیر قانونی وجود دارد. ولی وقتی که ژورنالیست طبق دستور نشریات یا واسطه اخبار دیگر آمده است و سندهای و حجتهای شخصیتش مقرر کننده را دارد و این арча یگان سر و اسرار دولتی نیز ندارد و از نقطه نظر امنیتی نیز یگان مشکلات نیست، نباید مقامات حفظ حقوق مانع ایجاد کنند. در ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه گفتند این حالت تحقیق می شود و از ملیسه که خبرنگار را بازپرسی کرده است بیانات گرفته شده است. اما آنها در سر زدن این حالت خودی روزنامه‌نگار را هم عیبدار می‌دانند که بدون حجت تصدیق کننده شخصیت کارمندان ملیسه را عکسبرداری کرده است. موسی باباحاجیف میگوید در واقع در آن لحظه با خود حجت نداشت، اما بعد سر زدن بحث با ملیسه نزدیکانش سندهای او را آوردند. نزد арчаهای بزرگ در شهر دوشنبه هم ساله 1 یا 2 کارمند ملیسه دیده میشد، اما امسال به نظر میرسد نماینده از چند مقامات اطراف арчаهای کلان را نظاره میکنند. آنها طوری ما مشاهده کردیم با شهروندان عادی کار ندارند و آنها میتوانند عکس و سلفی بگیرند، اما افرادی که با دستگاه‌های کسبی یا دوربین ها میخواهند арча را نوار یا عکس بگیرند حتما پرسیده میشوند، نام و نسبشان نوشته می شود از جانب نمایندگان مقامات. مقامات وزارت امور داخلی میگویند به خاطر جلوگیری از سوختار و حادثه های ناخوش و خللدار نشدن فضای خوش سالنوی در نزد арчаهای کلان شهر ستادهای بین اداروی گذاشته شده و نظارت میکنند.